سلام و وقت بخیر به همراهان همیشگی کانال ساز زندگی. خوشحالم که یه بار دیگه شنونده داستان از این کانال هستید. برای شنیدن داستان‌های بیشتر و اطلاع از ویدیوهای جدید لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. داستان امروز ما مربوط میشه به دختری که بسیار زیبا بود و خواستگارهای زیادی داشت، ولی پدرش با همه اونا مخالفت میکرده. اگرم با بعضیاشون موافق بوده که با دخترش ازدواج کنن، بعد از گفتن شرط و شروط خواستگارا میرفتن و پشت سرشون هم نگاه نمیکردن. من سودابه هستم. از بچگی همه منو سودی صدا میکنن. 2 خواهر و یه برادر هستیم که من بچه بزرگ خانواده هستم. دیپلمم رو گرفتم و دوست نداشتم برم دانشگاه. یعنی کلاً از درس و مدرسه خوشم نمیومد. از اونجایی که پدرم هم فرش فروشی داشت و وضع مالی خوبی داشتیم، هیچ انگیزه‌ای برای سر کار رفتن و داشتن درآمد نداشتم. همیشه هر چی می‌خواستیم برامون فراهم بود. پدرم همه مایحتاج ما رو فراهم می‌کرد، ولی اخلاق بدی که داشت خیلی خودخواه بود. همیشه می‌خواست حرف خودش باشه. ما هم تا جایی که میتونستیم گوش به حرفش میدادیم. یه وقتایی هم که زیاده روی میکرد با هم دعوامون میشد. من دلم میخواست زودتر ازدواج کنم و برم سر خونه زندگیم. از بچگی یادمه که خواهر و برادرم رو مجبور میکردم که با هم خاله بازی کنن و من میشدم مامانشون و براشون غذا میپختم. اهل دوست پسر پیدا کردن و اینجور رابطه هم نبودم. برای همین هر خواستگاری که برام میومد از طرف دوست و آشنا و همسایه معرفی میشد. پدرم تو انتخاب همسر من خیلی سختگیری میکرد. از هر کدوم یه ایرادی میگرفت و ردشون میکرد. من از یکیشون خیلی خوشم آمده بود. پسر خیلی سرسنگین و متینی به نظر میرسید. خواستم بیشتر باهاش آشنا بشم. به بابام گفتم اجازه بده چند بار ببینمش. ولی خیلی جدی گفت نمیخواد. فراموشش کن. به دردتون نمیخوره. بهشون جواب منفی داد. برای همین میگم خودخواهه. خب اقلن میذاش یکم بیشتر آشنا بشیم. بعدن اگه خوب نبود ردش میکردیم. من آخر نفهمیدم معیار بابام برای یه داماد و شوهر خوب چیه. یه ایراده الکی میگرفت که دیگه اعصاب هممون هم خورد کرده بود. دیگه مامانم هم عصبی شده بود و باعث دعوا بینشون میشد. مامانم میگفت چرا دلت نمیاد دخترتو بفرستی خونه بخت؟ میخوای ترشی بندازی؟ دختر تا یه زمانی و یه سنی خواستگار داره. اگه تایمش بگذره دیگه کسی از جلو در خونمونم رد نمیشه. بابام هم میگفت نترس دیر نمیشه. مگه سودی چند سالشه؟ تازه اول جوونیشه. خودم حواسم هست. یه روز با یه پسری آشنا شدم که خیلی ازش خوشم اومد. حسام معلم ریاضی برادرم ایمان بود. ایمان که سال 3 راهنمایی درس میخوند، همه درساش خوب بود جز ریاضی. من برای اینکه کمکش کنم رفتم مدرسه تا از معلمش بخوام قبل از امتحانا براش چند جلسه کلاس خصوصی بذاره. حسام گفت مشکلی نیست، ولی اگه مدرسه متوجه این موضوع بشه ایراد میگیرن. برای همین تو مدرسه نمیشه کلاس خصوصی برگزار کرد. من پیشنهاد دادم که برای درس دادن به ایمان بیام منزل ما و به شرط اینکه مدرسه متوجه نشه قبول کرد. کلاً 4 جلسه اومد خونمون و همون کافی بود که متوجه نگاهش به خودم بشم. بعد از اتمام کلاس همیشه با چای و میوه ازش پذیرایی میکردیم و همون موقع فرصت خوبی بود تا از خودش و زندگیش برامون بگه. البته مادرم هم خونه بود و ما رو همراهی میکرد. اونم از حسام خیلی خوشش اومده بود. اون ترم ایمان با نمره خوبی ریاضیشو قبول شد. حالا نمیدونم واقعا جواب سوالا رو بلد بوده یا اینکه حسام بهش نمره داده. هرچی بود ما به هدفمون که قبولی ایمان بود رسیدیم. و اما بعد از تعطیلی مدارس من و حسام رابطمون رو ادامه دادیم. مادرم هم در جریان این ارتباط بود و گفت بهتره که به باباتم بگی وگرنه بعدم بفهمه عصبانی میشه. گفتم چی رو بگم؟ الان ما فقط با هم حرف میزنیم و 2-3 بار بیرون رفتیم. حرف از جدی شدن رابطمون و ازدواج نشده که بخوام به بابام بگم. الانم اگه بفهمه میخواد کلی به من حرف بزنه و بگه دوست پسر گرفتی که آبروی منو ببری و از اینجور حرفا. ولی حرفای من فایده‌ای نداشت و مامانم یا از ترس بابام یا مسئولیت مادرانش جریان حسامو به بابام گفت. یه جوری بهش گفته بود که عصبانی نشه.
اون ازمون خواست که حسامو بفرستیم مغازه تا باهاش حرف بزنه. من که نمیدونستم به حسام چی بگم. روم نمیشد بگم برو بابام ببیندت. حتما که میخواست بپرسه چرا. ما فعلا فقط با هم دوستیم و این حرفو هم بهم زد. منم گفتم چون من تا حالا دوست پسر نداشتم. خانواده‌م هم خیلی حساسن. اصلا مهم نیست رابطه من و تو به کجا میرسه. لطفاً چند دقیقه برو مغازه پیش بابام بشین و برگرد. فوقش 2 سوال جوابت میکنه دیگه. در عوض منم دیگه خیالم راحت میشه و استرس بابامو ندارم. حسام با بیمیلی قبول کرد. نه که نخواد بره. روش نمیشد و میگفت حرفی برای گفتن ندارم. خلاصه که با هر بدبختی بود راهی مغازه فرش فروشی کردمش و قبل از اینکه بره خودم دیدمش. کت و شلوار سفید خوشگلی پوشیده بود و موهاشو به سمت بالا سشیار زده بود. خیلی خوشتیپ و با کلاس. یه قوطی شکلات خارجی هم دستش بود که برای اینکه دستش خالی نباشه خریده بود. واقعا همه چیش بجا و خوب بود. به خودم گفتم بابا که حسامو ببینه کیف میکنه و نمیتونه ازش هیچ ایرادی بگیره. دلم میخواست منم باهاش میرفتم ولی هم روم نمیشد هم بابا گفته بود که تنها بیاد. نزدیک مغازه شدیم. از دور بابا رو که پشت میزش نشسته بود و بهش نشون دادم. رفت داخل. سلام و احوالپرسی کرد و نشست. ولی چون مغازه شلوغ بود بابا دعوتش کرد به دفترش که طبقه بالا بود و دیگه از دید من خارج شدن. پیش خودم گفتم احتمالاً نیم ساعت طول بکشه تا حرفاشون تمام بشه و حسام بیاد بیرون. دل تو دلم نبود و کلی استرس داشتم. خدا کنه بابا ایراد الکی ازش نگیر و بتونم بی دردسر باهاش ادامه بدم. چون حسام خیلی به دلم نشسته بود. همیشه دلم میخواست یه همچین شوهری داشته باشم. صاف و اتو کشیده و مرتب. تازه معلمم بود که دیگه بهتر. مامانم هم که عاشقش بود. فقط مونده بود بابا که مطمئنم اونم ازش خوشش میومد. 1 ساعتی گذشت و حسام نیامد. چقدر مگه حرف دارن؟ دلم شور میزد. 2 بار به مامانم زنگ زدم. گفت نگران نباش. بابا تو که میشناسی چقدر خونسرده. حتما صحبتشون طول کشیده. 2 ساعت و نیم گذشت و بالاخره حسام از مغازه اومد بیرون. میدونست من کجا منتظرشم. بهش دست تکون دادم. اومد پیشم. با کلی ذوق و استرس ازش پرسیدم شیری یا روبا؟ احساس کردم یکم صورتش قرمز شده بود. گفتم بگو دیگه چقدر خجالتی هستی تو، صورتت گل انداخته. بابام چی گفت؟ گفت هیچی، حرفای معمولی زدیم. ولی سودی من پیش بابات که بودم مادرم زنگ زد، مثل اینکه حالش خیلی بد شده. من باید به سرعت برم. حتما سر فرصت بهت زنگ میزنم و میگم که چه حرفایی با هم زدیم. نگران شدم. گفتم باشه زود برو. اگه کمکی از من خواستی حتما بهم زنگ بزن. گفت باشه حتما. بعدم یه تاکسی گرفت و رفت. منم به سرعت رفتم خونه چون نمیخواستم بابام بفهمه من بیرون منتظر حسام هستم. ترجیح دادم برم خونه و از مادرم بپرسم. رسیدم خونه. دیدم مادرم اخماش تو همه. پرسیدم چی شده؟ گفت هیچی. باز با بابا دعوام شده. زنگ زدم ازش در مورد حسام پرسیدم. میگه این پسر مرد زندگی نیست. بگو سودی فراموشش کنه. هرچی ازش دلیلشو پرسیدم میگفت دلیل نداره. من آدم شناسم. با 1-2 دقیقه حرف بزنم میفهمم چند مرده حلاجه. با اینکه نزدیک 3 ساعت حرف زدم. من داد زدم گفتم یعنی چی مامان؟ بابا دیوونه شده؟ من نمیدونم چرا این کارو میکنه. اصلا بپرس ببینم چی گفتن که به این نتیجه رسیده حسام مرد زندگی نیست. مامانم هم مثل من ناراحت و عصبی بود. من رفتم اتاقم و خواستم به حسام زنگ بزنم، هم حال مادرش رو بپرسم، هم ببینم اگه شرایطش مناسبه در مورد دیدار امروزش با بابام حرف بزنم. چند بار زنگ زدم ولی همش بوق اشغال میزد. 1 ساعت بعد باز زنگ زدم، بازم همونطور بود. بهش پیام دادم، دیدم به دستش نمیرسه. خیلی تعجب کرده بودم و بعد از یکم بررسی متوجه شدم حسام منو از همه جا بلاک کرده. اصلا نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته و معنی این کارش چیه. با گوشی مامانم بهش زنگ زدم. جواب داد. گفتم حسام معنی این کار چیه؟ گفت منو ببخش سودی، ما به درد هم نمیخوریم، لطفاً دیگه به من زنگ نزن. خدا میدونه بابام چی بهش گفته بود و تو اون 3 ساعت چی شنیده بود که کلاً قید منو زد. تا مدت‌ها با بابام حرف نمیزدم.
اونم از طریق مامانم به این پیام میداد که بهش بگو ناراحت نباشه، من صلاح تو رو میخوام. شاید الان از دست من ناراحت بشه، ولی بعدا میفهمه که من پدر بدی نبودم و خوشبختیشو میخواستم. ولی من اصلا بهش اهمیت نمیدادم و به مامانم گفتم حق نداری دیگه کسی رو به عنوان خواستگار به این خونه بیاری. من نمیخوام ازدواج کنم. مردم که مسخره ما نیستن. اصلا میخوام برم سر کار، یه جا مشغول بشم. واقعا هم همین کارو کردم و توی فروشگاه بزرگ بعد از چند روز آموزش صندوقدار شدم. خودم رو سرگرم کار کردم. یه روز بابام گفت برات یه شوهر خوب پیدا کردم که از نظر من اوکی و از تمام فیلترامم رد شده و چندین بار امتحانش کردم. فقط مونده که تو ببینیش و بپسندیش. البته دیدن که دیدیش، غریبه نیست. مجید شاگرد مغازمونه، پسر خیلی خوبیه. تو این چند ماهی که پیش من کار میکنه اصلا موردی ازش ندیدم. خیلی پسر سرسنگین و خوبیه. از نظر ظاهری هم خوشتیپه. من و مامانم که از تعجب شاخ در آورده بودیم گفتیم این همه دکتر و مهندس و معلم رو قبول نکردی، این پسر شاگرد مغازت رو به دامادی قبول داری؟ اصلا معلومه تو چته؟ بعدش هم کلی فلسفه و دلیل سرهم کرد که متانت و اصالت به این چیزا نیست. بعدش هم من که نخواستم دخترمو بهش بدم، اون خودش سودی رو ازم خواستگاری کرده. منم اول میخواستم جواب منفی بدم، ولی وقتی فکر کردم دیدم بچه خوبیه. فقط یکم از نظر مالی ضعیفه که اونم اشکالی نداره. منم براتون خونه میگیرم، هم کمک میکنم برید سر زندگیتون. من فکر میکردم عمه ها بابامو جادو کردن که دو دستی منو بدبخت کنه، وگرنه جز این هیچ دلیل دیگه ای نداره که اینجوری برای دخترش تصمیم بگیره. حریف بابا نمیشدیم. خودش قرار خواستگاری رو گذاشت و مجید با پدر مادرش اومدن خونمون. بابا خیلی خوشحال بود، انگار اومدن خواستگاری اون. مجیدم پسر خوبی بود، ساده و معمولی، از اون پسرای چشم و گوش بسته. چند بار خواستم با بابام لج کنم و قبولش نکنم، ولی دیدم خب دیگه شانس دیگه ای ندارم. 100 نفر دیگه هم بیان باز میخواد ایراد بگیره و ردشون کنه. ما هم سکه یه پول بشیم. با اینکه عشق و علاقه بین من و مجید وجود نداشت، ولی باهاش ازدواج کردم و به قول بابا بعد از ازدواج محبت و علاقه پیش میاد. زندگی با مجید خیلی معمولی و بی استرس بود. صبح میرفت مغازه و شب میومد خونه. خوش اخلاق و مهربون بود. 6 سال باهاش زندگی کردم و توی این مدت صاحب 2 پسر شدیم. بابام هم همه جوره ما رو حمایت میکرد که کم و کسری نداشته باشیم. خونه ما نزدیک خونه مامانم اینا بود و معمولا صبحها با بچه‌ها میرفتیم اونجا و مامانم که عاشق نوه‌هاش بود کلی باهاشون وقت میگذرون. منم استراحت میکردم. خواهرم هم که الان تو مرحله گزینش همسر از طرف بابام بود، از دیدن بچه‌هام سیر نمیشد. یه روز که اصلا حوصله نداشتم از خونه بیرون برم، مجید زنگ زد و گفت نمیری خونه مامانت؟ گفتم نه، حالم خوب نیست، امروز نمیتونم از خونه بیرون برم. گفت چرا عزیزم؟ مامانت زنگ زده بهم میگه که امروز سودی بچه‌ها رو نیورده، کلی دلم گرفته. پاشو حاضر شو، من میام با ماشین میرسونمتون، شبم میام دنبالتون. گناه داره مامانت، دلتنگ بچه‌ها شده. با بیمیلی گفتم باشه، الان حاضر میشیم، بیا. مجید یه ساعت بعد جلوی در سوارمون کرد و دم خونه مامانم پیادمون کرد و قبل از اینکه ما بریم داخل گاز داد و رفت. من هرچی در و زنگ زدم کسی باز نکرد. به مامانم زنگ زدم گفتم ماما خونه نیستی؟ ما پشت دریم. گفت ای وای، چرا نگفتی داری میای؟ امروز دیر کردی، من فکر کردم دیگه نمیای. من اومدم آرایشگاه صورتمو اصلاح کنم، الان برمیگردم خونه. گفتم نه نمیخواد، حالا رفتی بمون، کارتو انجام بده، ما فردا میایم. بعد یه تاکسی گرفتم و برگشتیم خونه. بچه‌ها هم خسته شده بودن و هی قُر میزدن. به زور کلید خونه رو از کیفم پیدا کردم و در باز کردم که متوجه 2 کفش مردونه جلوی در شدم. یکیشو که میشناختم، میدونستم مال مجیده، ولی اون یکی رو نمیدونستم واسه کیه. فکر کردم مجید دوستشو آورده خونه، ولی اصلا اهل رفیق بازی و این کارا نبود. بعدش هم اگه مهمون داشت حتما قبلش به من میگفت. هیچ وقت کسی رو سرزده خونه نمی آورد. با تعجب زیاد در باز کردم و رفتم داخل.
آروم صداش کردم ولی جواب نداد. توی حال پذیرایی هم کسی نبود. یکم اطرافم رو نگاه کردم و رفتم سمت اتاق خواب و اون لحظه بدترین صحنه زندگیمو دیدم. مجید در حال رابطه با یه مردی بود که هر دو لخت روی تخت بودن و از همه بدتر و چندش آورتر مرد دیگه بابام بود. نمیتونستم چیزی رو که میبینم و باور کنم. چند بار چشمامو باز و بسته کردم ولی درست میدیدم. اصلا متوجه من نشدن. من سریع بچه‌ها رو برداشتم و در بستم از خونه زدم بیرون. حالم اینقدر بد شده بود که جلومو نمیدیدم. بچه‌هامو بردم خونه دوستم و گفتم مراقبشون باش تا بیام ببرمشون. خودمم رفتم بیرون. نمیدونستم چه کار کنم، کجا برم، به کی بگم. نشستم روی پله و هزاران صحنه مثل فیلم از جلوی چشمام رد شد. جواب خیلی از سوالامو پیدا کردم. بابام خواستگارای منو طبق سلیقه خودش انتخاب میکرد و جایی که حس میکرده طرف ممکنه بهش و به این کار کثیفش جواب منفی بده زود ردش میکرد و میگفته این مرد زندگی نیست. وای خدای من، الان که یاد حسام میافتم میفهمم چرا بدبخت منو بلاک کرد و گفت ما به درد هم نمیخوریم. خدا میدونه تو اون 3 ساعت بابام چیا بهش گفته و چه کارایی کرده که دیگه بعد از اون اسم منم نیورد. نگو بابام فقط زورش به این مجید بدبخت که کارگرش بوده رسید و تونسته مال خودش کنه. واقعا حیف اسم پدر برای این مرد. آخه به چه قیمتی با زندگی دخترت این کار کردی؟ تو که به این کثافتکاری ها علاقه داشتی یکی رو استخدام میکردی برات هر کاری که میخواستی بکنه. چرا منو قاطی کردی؟ از ترس اینکه نکنه مجید که همه جوره رامش کرده بود نذاره بره اونو داماد خودش کرده که هیچ وقت از دستش نده. خدا میدونه چند ساله و چند بار این کارو کردن و من امروز اتفاقی متوجه شدم. الان واقعا نمیدونم چیکار کنم. از مجید و پدرم متنفر شدم و نمیتونم بعد از دیدن اون صحنه یک لحظه هم باهاش زندگی کنم. از طرف دیگه اگه به مادرم بگم دق میکنه و میدونم طاقت نمیاره و اونم میخواد از پدرم جدا بشه. این 2 بچه رو چیکار کنم؟ اگه خواهر و برادرم بفهمن چی میشه؟ شب با بچه‌ها به اجبار برگشتم خونه. واقعا نمیدونم چیکار کنم. دارم دق میکنم. از مجید که خیلی ناراحتم و ازش چندشم میشه. ولی خوب میدونم که بابامون بدبخت و مجبور کرده و اینجوری ازش سوء استفاده کرده. تو شرایط خیلی بدی هستم. نمیتونم به کسی بگم، نه از کسی کمک بگیرم. لطفا شما بهم بگید من تو این شرایط چیکار کنم. منو راهنمایی کنید. الان میفهمم کسی که میگه نه انگیزه موندن دارم نه پای رفتن منظورش چیه. عزیزان منتظر پیام و راهنمایی‌های مفیدتون هستم. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین. شب و روز بر شما خوش.